سلام علیکم مردم زارون. اینه پیش مغازین فروخای با ببینه دایره را ببینه در بین زارون رفته است. سبحان الله. باور کنید همین خبریدگی هایی که نیم ساعت چید اینا نه بس کرد اینجا را ببینه در همین بین زارون یک تا آب به نام خدا رفته است. نگاه کنید اینجا نگاه او چیرا همینجا حوض های خیلی اساسی خیلی بارون بردگی نبود. مردمی در غریبی در قزارون دعا کنه که با خدا اکنه میدونم خداوند که اقتباط چه بخیر بیاره و خیلی استراش میاد تندر زده سر بیست آبی این مردم شو بارونگری شمال آفت طبیعی کریشه دوم نیست گراو زود یعنی دومی گراو زود یعنی کریشه شوی پارونده برده این دونده 50 تا خونه اینه اوهوی نوشم برده هم خیلی چند جا را کنده برده اونو فره نه فره کریشه گل شده چیکار میکنیم اکه شو هم خیلی بارون برید که خونه ها تب تر شده گینه او را کفونده شلنگوی او هم را کفونده شمول آویوز کالخوز در گرفت تایساسی لوی توبه مردم تماشاش دارن ی الله بی الله توبه این با شمال سختی هایی که سوید همه مرد یا بومباز شد این که جاش وقتی دراش بود بخدایی این در قلعه ها اینجا میمونه مقامی وقتی چیکار میکنی؟ نه اونجا پهم چیکار نکنه؟